قال این فی لوطا، ابراهیم خلیل الله میگه در این قریه لوط علیه السلام هم است، او قطعش هلاک نشود. یکی. دوم، ابراهیم خلیل الله میگه که لوط علیه السلام دعوت میده، شده میتونه قطعی دعوتش یک چند تنی از وا ایمان بیاره؟ چطور و بری از وا عذاب داده شود؟ ملائک نقل قول الله را میکنه. قالوا گفتن نحن اعلم، که ما عالم هستیم، یعنی الله میفرماید که ما عالم هستم به من فیها، به او کسی که در این قریه است. یعنی لوط علیه السلام در حالت موجودیتش عذاب داده نمیشه، مامور میشه به هجرت که از قریه برای بعد از عذاب داده میشه. لننجینه، خامخام او را نجات میدیم، و اهل لوط علیه السلام، الا امرأته، بجز از سیاسرش. سیاسر لوط علیه السلام طرفدار به او قوم است، مشرک است. در او زمان نکاح یاقت مشرک هم میشد. مثل که در زمان چیست؟ آدم علیه السلام که اولادش پیدا میشد از یک شکم با شکم دیگه چی میکرد؟ نکاح میکرد. او بنابر ضرورت بود. زنان انبیاء علیهم السلام مشرک بوده در عقیده، اما بددامن نبوده. این بددامنی نداشت، مشرک بود، قوم خبر کرده بود. از او خاطر الله میگه زنش هم در جمله معذبین است، کسایی که عذاب برش داده میشه. چقدر درس بزرگ است که لوط علیه السلام دفاع از سیاسر شریک زندگی خود نمیتونه. چرا؟ عقیده توحید نداره. عقیده چی نداره؟ توحید نداره. نجات داده نمیتونه. امروز می نازه مردم به اولیاء و به پیغمبر که ما خود در دوزخ نمیریم، پیغمبر وارد شخصیت داریم. پیغمبر شفاعتی تا وقتی میکنه که لا اقل تو عقیده توحید داشته باشی. عقیده توحید نداشته باشی، از کجا شفاعتی تا بکنه؟ خب کانت من الغابرین، هست زنی از جمله باقی مانده در عذاب. در عذاب الله باقی میمانه. ولما ان جاءت رسولنا، هرگاه که آمد قاصدای ما ملائک لوطا به لوط علیه السلام، سیئ بهم، خیلی اندوهگین شد. لوط علیه السلام برش سیئ چی شد؟ دلتنگ شد. لوط علیه السلام بالای آمدن همین ملائک، و ضاق بهم، تنگ شد بالای آمدنشان، زرعا، از روی سینه، هم خفه شد و هم دلش بسیار تنگ شد. چرا؟ ملائک بودن و با چهره های خیلی زیبا آمده بودن. عمل کردی قوم بری لوط علیه السلام معلوم بود که حالی خود من رسوا میشم. این واقعه دیگه جای هم همینطور تیر شده، قرآن تفصیل نمیکنه. قال لا تخف، وقتی که حالات لوط علیه السلام مشاهده کرد ملائک به لوط علیه السلام میگه لا تخف، نترس سر ما که کسی بر ما گزند برسانه، کسی دست دراز کردن نمیتونه. ولا تحزن، غمگین هم نشو، دیام غمگین نشو، نه ترس که کسی بر ما تعرض بکنه، و توم غمگین نشو که قوم مخالف دمیشه دمی حالت باقی میمانه، هر گناهی که میکنه. نه، فرا رسیده وقت هلاکتشان. انا منجوک، یقینا ما نجات دهنده هستیم تو را، و اهلک، اهل تو را، الا امرأتک، بجز سیاسرت، کانت هستی سیاسرت من الغابرین، در جمله عذاب باقی مانده. انا منزلون، ما روان کننده هستیم، علی اهل هذه القریه، بالای اهل قریه، رجزن، یا عذاب، من السماء، از طرف بالا، بما کانوا یفسقون، بسبب آن چیزی که مسلسل فسق میکردن. فسق چی مانا؟ از حد تجاوز میکردن، میبرامدن از طاعت الله تبارک و تعالی، از دعوت پیغمبر خارج میشدن، قبول نمیکردن. او عذاب چی بود؟ ام سنگباران بود، ام یک چی؟ آواز هیبتناک. آواز هیبتناک هم بود و بعد از او سنگباران شد. ولقد ترکنا منها، یقینا ما گذاشتیم منها، از امو قریه، آیتا، نشانه را، بینتا، واضحه، لقوم یعقلون، برای قومی که از عقل خود کار میگیره، که کسی کارهای غلط میکنه به این سرنوشت مبتلا میشه. به این خاطر ماندیم. بحر میت برش میگه، سیالای است. واقعا که او جای عبرت است. یک زنده جان دو آب زندگی کده نمیتونه، سیالای جور شده. لیکن آلی امی بدبختا، امی قوم لوط علیه السلام واره، امی مردمایی که فطرت سلیمی خود از دست داده غربیا، اونجا اوتلا جور کرده، جای میله جور کرده و امی کارا را اونجا کرده رایست. خروز فرا میرسه که الله طوفان سونامی واره کلشان چی کنه؟ بگه غرق کنه. او بعید هم نیست، الله تبارک و تعالی کارا میکنه. و الی مدین، روان کردیم به سوی مدین، اخواهم برادرش نسبیشانه، شعیب علیه السلام. فقال، گفت شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله. خو از لوط علیه السلام از دعوتش برای دعوتگر چی میسر شد؟ بگوی تکلیف ها را برداشت کرده. قوم نارم بود، قوم اینقدر غلط کارا میکردن،
این مصیبت ها و تکلیف ها را لوط علیه السلام تیر کرده تا ای که آخری مرحله مطالبه عذاب کرده. تا وقتم لوط علیه السلام دعوت دین میداد و اینمی دعوت داده. ما و شما تکلیف میکنیم اگر ما در این زندگی والا اینجا مردم خراب است من میرم دیگه طرف، نرو دیگه طرف، در بین مردم باش، دعوت بده تا که گپ در نهایت خود برسه. مثل لوط علیه السلام واری. و الی مدین روان کردیم به سوی مدین اخاهم برادر نسبیشان شعیب علیه السلام. فقال گفت شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله، ای قوم ما عبادت یک الله را بکنه، ورجو الیوم الاخره، عقیده داشته باشه به روز آخرت، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نگردید در روی زمین فساد پیشه، یک تیکه فساد نکنه. بزرگترین فسادشان کم کردن در ترازو چی بود؟ بگو پیمانه بود که کم میکردن حق مردم و زیاد میگرفتن. این کارا را میکردن که در دیگه جای قرآن کریم ذکر است برای ما. فکذبوا، نسبت دروغ به شعیب علیه السلام کردن. فاخذتهم الرجفه، گرفت یار زلزله. فاصبحوا، گردیدن فی دارهم، در خانه هایشان، جاثمین، سری زانو افتاده، پرو سری زانو افتاده هلاک شدن. یک زلزله هیبتناک شد، کلگی در جای خود جا بجا شدن. و عادا و ثمود، اینا شعیب علیه السلام هم مسلسل قوم دعوت داده، قوم در مقابلش مقابله کرده، قبول نکرده، تکذیب کرده تا که عذاب الله تبارک و تعالی رسیده. و عادا روان کرد، هلاک کردیم عادیارا و ثمود ثمودیارا. و قد تبین لکم، یقینا واضح شده برای شما، من مساکنهم، از بعضی آثار زندگیشان، آثار زندگی و بود و باششان. فعلا هم در مسیر امی اهل مکه بود که طرف شام سفر میکرد، جاهای از وا نمونایش موجود بود. برای ما و شما موجود است، سالی میبینیم. اونجا در بامیان بری که سموچای متنویس در کوها زده سمودیا واره. کافرقلاها آلی خیلی زیاد است در جاهایی که خیلی سخت است بر آمدن در اون نقطه کو، در اونجا اون مردم ها زندگی کرده، آثارش باقی است. و زین لهم الشیطان اعمالهم، چرا و کارای بد میکردن؟ مزین کرده بود برایشان شیطان اعمالهم، کارشان برش خیلی افتخار آمیز. آلی مردم ستاره افغان در رقص در آوازخوانی شود چقدر افتخار میکنن. شیطان برش مزین کرده این کاره. بدعتا را که یا انجام میده به خاطر که شیطان برش مزین کرده. برای ازوام هم اینطور بود. فصدهم، من کرد شیطان یاره عن السبیل، از راه حق. و کانو بودن مستبصرین، خب دانا بودن، دانشمند بودن، خود در امور دنیا در امور آخرت دانشمند نبودن. و قارون و فرعون، هلاک کردیم قارون، فرعون، هامان. سه سمبولی چی بوده؟ قارون سمبولی کی بود؟ بگه اقتصاد، مالداری، آلی سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری. و فرعون سمبولی چی بود؟ با زور و ظلم، پاچایی، سیاست که می. و هامان این سمبولی چی بود؟ چاپلوسی. همیشه این نمیتور مردم ها پیدا میشه. مالدار خراب میکنه، پاچای غلط خراب میکنه، مالداری که مال خود در جای درست مصرف نمیکنه. و چاپلوسای پاچا که هر عمل برشتی میکنه توجیه میکشد برای روا بودنش، برای خوب بودنش. از او خاطر دیجا ملاام شامل است. اصل یا نیست که عمل از او را برش توجیه میکنه. ولقد جاءهم موسی، یقینا آمده بود برشان موسی علیه السلام بالبینات، با دلایل واضح. فاستکبروا، و کلان تراشیدن خدا، فی الارض، در روی زمین تکبر ورزیدن. مالی بریم گپی موسی علیه السلام بشنویم. و ما کانوا سابقین، نبود خلاص شونده از عذاب الله، کل گیر آمد در عذاب الله. فکلا اخذنا، تمامیشان گرفتیم، بذنبه، به سبب گناهشان، مسلسل گناه کردن، الله میگه ما گرفتیمشان. فمنهم، بعض از یامن کسایی بود، ارسلنا علیه حاصبا، که روان کردیم بالایشان سنگریزه ها را. سنگریزه سنگبار شدن. کی بود؟ قوم لوط علیه السلام. و منهم، بعضی از یامن کسی بود، اخذت الصیحه، یکی گرفت او را آواز هیبتناک. قومی کی بود؟ بگه شعیب علیه السلام و ثمودیا بود. و منهم، بعضی از یامن کسی بود، خسفنا به الارض، که زمین سرش فرو بردیم. کی بود؟ قارون. و همچنان چیز ده در زلزله که قوم شعیب علیه السلام بود. و دیگه و منهم من اغرقنا، بعضی از یا کسایی بود که غرق کردیم. و کی بود؟ فرعونیا و قوم نوح علیه السلام پیش تیر شد. و ما کان الله، نیست الله تبارک و تعالی، سری مردم ظلم شده، نه، نیست الله لیظلمهم، که ظلم بکنه سری مردم ناحق، بدون کدام وجه و دلیل یاره عذاب بده. ولکن کانوا، لیکن بودن همی مردم، انفسهم، بالای نفسای خود، یظلمون، ظلم میکردن. هر گناهکار ظالم بالای نفسی کیسته؟ خودش است. چرا نفسی خود پیش میکنه برای عذاب کی؟
الله تبارک و تعالی. و بودن که سری خود ظلم کردن، راه حق برش آمد، دلایل معجزه می آمد، بازم نمیپذیرفت. مثل الذین اتخذوا، مثال کسانی که جور کردن گرفتن من دون الله، بغیر از الله تبارک و تعالی، اولیاء بدوستی، که کل صورت به نام عنکبوت شده بود اینجا آمد. کسانی که میگیره بغیر از الله اولیاء متصرفین، کارساز، حاجت روا، که مثل العنکبوت، به مثل عنکبوت است. اتخذت که گرفته جور کرده بیتن برای خود خانه را، و این اوهن البیوت، یقینا سسترین خانه ها، لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت است. لو کانوا یعلمون، کاش که میدانستند. یک مانا لو کانوا یعلمون، اگر میدانستند، ما فعلوا، ما دعوه فی الحوائج، آواز نمیدادند حاجت و مشکلات ها بغیر الله، هلا فلان ولی، نه به ابوالفضل صدا میداد، نه به سخی، نه به پیرانی پیر، نه به چلگزی بابا، به هیچ کسی صدا نمیدادن. خو اگر میفهمیدن، خو نمیفهمن که نمیفهمن اون صدا میده. یکی کاش که میفهمیدن. الله تبارک و تعالی موضوع توحید و شرک آنقدر واضح بیان میکنه، گاهی به دلایل عقلی، نقلی، آفاقی، انفوسی، گاهی به مثال، گاهی به چیسته، به طریق تشبیه. الله تبارک و تعالی به مختلف نوعی را بیان کرده. چرا؟ مهم است. کسانی که غیر از الله دیگه کس در حوایج و مشکلات خود آواز میده و وار حاجت روا و مشکل کشا میدانه و یا شفا دهنده میدانه، مثالی از واره گفته مثل عنکبوت واره. جولاگک مثلی که بری خود در بیرانه خانه ها در جای صفا ستره جور کده، نمیتونه یک جولاگک آشیانه خوده. بطاری خیلی ضعیف که ادناترین چیز درش برسه او بیران است. هست یا نه؟ هیچ چیز قطعی از او کسی، حتی بعضی وقت خودش درش بند میشه، خودش هم علاق میشه نمیشه. خب بله یک مگسه میگیره، یک مگسه قطعی از او شکار میکنه. ضعیفترین تار است. امی تاری که خیلی باریک سوراخک در شکم خود داره، از اونجا تار میبره. این تار 4 شاخ می داشته باشه، هر شاخش باز دو شاخ است. اول که می خودی باریکی تار سعی کنه بسیار باریک است، باز که اینمی تار است 4 نوع جور شده، هر نوعش باز دو قسم است. انسان تعجب میکنه که چقدر باریک است. و الله تبارک و تعالی در سینه ازی پیدا کرده. و یک عنکبوت تقریبا 500 متر تار تولید کرده میتونه، یعنی دور داده میتونه. خود چه عجیب مثال قرآن بیان میکنه و چقدر موافق مثال است. مثال الله است دیگه، او موافق نباشه؟ مثال کسی که به غیر الله آواز میده در مشکلات خود، نظرها را به نامش میکنه، حاجتای خود طلب میکنه، ای به مثل عنکبوت است. عنکبوت در کجا آشیانه میکنه؟ در جاهای بیرانه که در اونجا کس جارو صفایی نمیکنه. در موجا عقیده شرک، عقیده غیر الله را حاجت روا دانستن در جای است که بیرانی است، بیرانه که صفایی در اونجا وجود نیست، گندگی در اونجا زیاد است، گندگی عقیده. در جایی که درس قرآن و حدیث از شما اینطور مردم پیدا کرده نمیتونه. همیشه حوایج خود از کی طلب میکنه؟ از الله تبارک و تعالی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب ازی را یاد داره. در جایی پیدا میشه که درس قرآن و حدیث در عمر در اونجا وجود نداره. در اونجا دیگه مردم کلگیش چیسته؟ زیارت که در اون منطقه مشهور است، به نام ازو چی میکنه؟ نظر. به نام ازو چی میکنه؟ آواز میده یا نه؟ یا شهیدا برسه، میگه نمیگه؟ یا پیرانی پیر صاحب، یا فلانی بابا، تور بابا، بابای سیاه، یا شړی بابا، بابای کمپل، دولکی بابا، کیدانی بابا، اصلا نه بابا هاست. در بابا ها صدا میکنه. این عقیده باباها در جای بیران است، در جای صفا نیست. خویی که آواز میکنه مثل که عنکبوت برای خود آشیانه تیار میکنه. آشیانه ازی بادگیر و بارانگیر است؟ آشیانه ازی زود بیران میشه و باقی میمانه. یک وقت خودش بیران میشه، خودش هم بند میشه. کسایی که به غیر الله آواز میده مشکل خود طلب میکنه مثل عنکبوت است. او سسترین خانه کیست؟ عنکبوت.
چطور عاجز مخلوق عاجزه تو حاجت روا بدانی؟ اما کسی که تا دین روز غسل تو دادی عورت خود پوشانده نمیتونست، اما کسی که دادین روز رویش طرف قبله تو برابر کردی، سنگای لحد تو سرش چندی و بعد از او یک خروار خاک تو سرش پیش کردی، آلی او بری تو حاجتی تا پوره میکنه؟ آلی تکلیفی تا دور کده میتونه؟ واقعیتش که عنکبوت آشانی عنکبوت خو یک مگس بگوی دشگیر می آمد، اینجا چی براتان داده میشه؟ خب مگس چرا گیر میکنه عنکبوت؟ امی کسی که دعوت به سوی نمی شرک میده مگس ها را شکار میکنه، یک چند روز دکانداری خدا سرت برابر میکنه، ام سجده کو برش، ام رکوع کو برش، ام سوغات برش ببر، ام برات میگه که باز در وقت حاجتا مرا در نظر بگی مشکل دل میشه. همینطور میگه نمیگه؟ او دیگه هم برات میگه در روز قیامت در دل خود باز تو را در لیست میگیرم. این فرمان دیگر هم آورده. با این طور مردم ها که کسی حاجت روا و مشکل کشا میگه مثل عنکبوت واری است، خود از این عنکبوت است بیچاره. چرا؟ به خاطر که جای پیدا نمیتونه در اونجا رفته در بیرانه ها بری خود آشانیت جور میکنه. نه، به الله تبارک و تعالی تعلق بگی لو کانوا یعلمون. قرآن چی گفت؟ کسی که به غیر الله آواز میده یعلمون است یا لا یعلمون؟ اگر هر قدر عالم برجسته به نظر مردم باشه خب مردم به شرک دعوت میده و اینطور بگویه که در علم الله مخلوق شریک است. کسی عقیده داشته باشه که غیر از الله دیگه قسم است که علم به ما کانه و ما یکون داره، به ماضی و به مستقبل داره، در هر زمان بالای هر چیز و هر نوع علم داره. این مشرک است یا مؤمن؟ این مشرک است، در صفت الله مخلوق برابر کرد. این عالم است یا جاهل؟ عالم گفته نمیتونیم، جاهل است. کسی که میگه که بلا اسباب و وسیله مریض ببری شفا میده، قطعی الله تبارک و تعالی در صفت شفا دادن بلا اسباب شریک کردی یا نه؟ در زیارت ها که مریض میبره، زیارت ها به مریض دوا میده، نسخه میده، ماینش میکنه، چطور خیر شفا میده؟ خیر تو خوب این زیارت قطعی الله برابر کردی، شرک چی را میگه؟ شاخ خو نداره، اینمی شرک است. یا امی قسم اگر عقیده داشته باشی که فلان ولی فلان تصرف داره، چی مانا؟ به یکی دختر داده میتونه، دیگه بچه اونمو ولی است، این کار میتونه، این درست است؟ شرک است یعنی که عقیده توحید است؟ شرک است. اینطور آدم ها عالم نیست اگر به اینطور کارا دعوت میده. ان الله یعلم ما یدعون، یقینا الله میدانه ما آن چیزی را یدعون که آواز میده من دونه بغیر از الله من شین، هر چی که باشه الله سرش عالم است که و هیچ قدرت نداره. اگر او پیغمبر است، اگر او ملک است، ولی است، جنی است، انسی است، هر چیزی که باشه الله سرش عالم است که او نمیتونه. و هو العزیز، الله زبردست از نافذ کننده است اراده خدا، الحکیم و حکمت والا است. چرا؟ خیر که نافذ میکنه کل گیره که کسی غیر الله را آواز میده بعد الله می دستی بگیرشه هلاک کنشه. جواب امتحان است. چی است؟ دلایل توحید تیر میشه، تو هنوزم امو طرف کچ روان هستی. به الله جواب گفته میتونی. و تلک الامثال، اینمی مثالا نضربها ما بیان میکنیم للناس برای مردم، برای فهم مردم، برای آگاهی مردم که مردم بدانه بفهمه که عقیده توحیدشان محکم شوه، شرک اختیار نکنه، به غیر الله در مشکلات آواز نده. و ما یعقلها، این نمیفهمه این مثالای ما را الله میگه الا العالمون، بجز از کسانی که عالم است. اینجا الله معیار علما را بیان میکنه. معیار علما اینجا چیسته؟ کسی که فهم داره که مثال مطابق ممثل تشبیه داده میتونه، از اون نتیجه گرفته میتونه. اینجا ما نتیجه گرفتیم یا نگرفتیم؟ که غیر الله را کسی حاجت خود طلب میکنه با مثل کیست؟ عنکبوت است. با مثل عنکبوت است، هیچ کدام فایده برش نیست، از آشیانه خود هیچ چیز در دست آورده نمیتونه. خلق الله السماوات، پیدا کرده الله آسمان ها و الارض، زمین، بالحق، برای ظاهر کردن حق که دین حق واضح شود. قرآن خو میگه که زمین آسمان الله برای چی پیدا کرده؟ که حق ظاهر شود. او مردم میگه که نه، زمین آسمان الله برای کی پیدا کرده؟ پیغمبر. و حدیث راست است، قطعی آیت قرآن تکرش میه. حدیث موضوعی را در سر منبرا میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نمی بودی تو چیستی؟ افلاک یعنی زمین آسمان چی نمی کردیم؟ پیدا نمی کردیم. و قرآن میگه که نه،
زمین آسمان برای اظهار حق پیدا کرده. ان فی ذلک یقینا دینمی پیدایش آسمان ها و زمین لایتا نشانه قدرت کامل الله است، لایتا دلایل توحید الله است، للمؤمنین برای کسایی که واقعا باور داره. اتلو ما اوحی تلاوت که آن چیزی را که وحی کرده شده الیک بسوی تو من الکتاب از کتاب از قرآن. بیان آداب دعوت است. الله پیغمبر میگه تلاوت کن چیزی را که وحی کرده میشه به سوی تو من الکتاب از کتاب. خودت هم تلاوت کو، بعد از دیگران هم دعوت بده بیان کشه. معلوم شد که به کدام چیزی که تو دعوت میکنی قرآن و چیست؟ حدیث است. و اقیم الصلاة نماز خوب برابر کو. اقیم برابر کو نماز، با وجه درستی نماز ادا بکو. معلوم شد دعوت تاثیر وقتی پیدا میکنه که تو عملا به مردم نشان بدی که بله ما مکمل پابند کتاب الله و سنت رسول الله هستم. نمازی تا مردم تعقیب میکنه که واقعا نماز میخوانی، گپی تا میپذیره. یکی. دوم، اظهار امی عقیده و محبتی که با قرآن داری در نماز معلوم میشه. چرا؟ بزرگترین عبادتی که رابطی تو را با الله قائم میکنه چیست؟ نماز است. آلی نمازت معلوم میشه که خشوع داره یا نه، سننا را بجا کرده یا نه، یا نه که بس دیگه 5 دقیقه نشیده باشه 4 رکعت خلاص است، باز میشینن دعای بیمارا، دعای فلانی، دعای فلانی. نه ذکر است، نه اذکار است، نه تسبیح است، نه آیت الکرسی خواندن است، او دعای بیمارا است. چقدر عبادت کردی که دعا طلب کرده روستی؟ کدام عبادته؟ الله چی میگه؟ ان الصلاة یقینا نماز تنها منع میکنه عن الفحشاء والمنکر، از چیزای بی‌حیایی زشت، والمنکر چیزای ناپسندیده. نماز مقبول و غیر مقبول نشانه داره. هرگاه نماز تو را از کارهای بی‌حیایی و زشت منع کرد، اونجا بدانی که نمازت مقبول است و الله تبارک و تعالی قبول کرده این نماز است. افسوس است امروز خو نمازخوان قدر زیاد است که پرسان نکو، خو لیکن بگوی از بی‌حیایی و منکر منع نکرده. از امو خاطر زمانی که تو بازم رجوع طرفی نعوذ بالله گناه داشتی، معلوم شد که نمازت نماز نیست. اگر نماز باشه بالکل آدم از مجلسای غلط قطعا نگاه میکنه. این نماز است. خو نماز اقامت بکنه، آدم برابر بکنه. اقامت نمازی را میگه که رعایت سنن، مستحبات، فرض و واجب خو بگذار، وقت جماعت از کلش بکنی، در وقت وادش بخونی با خشوع و خضوع. مکمل نماز موافق طریقی کی باشه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خب با تاسف که عالی نمازا موافق طریقی پیغمبر الا ماشاءالله اگر پیدا شود بسیار کم است. ولا ذکر الله اکبر، ذکر الله خیلی بزرگ است. 3 مطلب داره. ولا ذکر الله، یاد الله تبارک و تعالی اکبر، خیلی بزرگ است. ذکر الله به چیز؟ به یادداشت عقیده توحید الله، که میشه الله را عقیده میکنی که یک یگانه است. اینمی ذکر الله تبارک و تعالی است. یک. دوم، ولا ذکر الله، یاد کردن الله در نماز اکبر و خیلی بزرگ است. از اینکه الله را در بیرونی نماز یاد کنی، اینه سبحان الله الحمدلله یا تلاوت قرآن میکنی اگر در نماز باشه، این خیلی بزرگ است از اینکه خارج نماز باشه. 2 توجیه. 3م توجیه، ولا ذکر الله اکبر، ولا ذکر الله، ذکر کردن الله شما را که الله شما را یاد میکنه اکبر و بزرگ است. از ذکر کردن شما کی را؟ الله را. شما که الله را یاد میکنی، از ذکر الله که شما را یاد میکنه خیلی چی است؟ در شرافت و در عظمت و در ثواب بزرگ است. او الله کی آدم یاد میکنه؟ که ما الله را یاد کنیم. که الله را تو یاد نکنی، الله چرا تو را یاد کنه؟ فذکرونی اذکرکم والله یعلم ما تصنعون، الله میدونه آن چیزی را که شما میکنید. صنع عملی که به دوام میشه، بار بار انجام داده میشه، او را صنع میگه. الله میدانه آن چیزی را که شما بار بار انجام میده، اگر اون نماز است، هر کاری خیری که است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.